با من همراه شو ببرم دهه 60. این حجم از شیرینی رو میبینی؟ فقط با 3 تا تخم مرغ درست کردم. شیرینی و دسرای پرهزینه این روزا برای یلدا رو بذار کنار. بیا ببین میخوام به چی یاد بدم. به به، خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. قشنگ رفتم دهه 60. یادش بخیر. حالا خوبه نرفتی قاجار. یادش بخیر. نه سنم به قاجار قد نمیده. آره نون پنجره‌ایه، این شیرینی قجریه، ولی ما در 60ها کلی باش خاطره داریم. اول از همه میری لوازم قنادی میگی یه قالب نون پنجره‌ای میخوام، میشه این. حالا این قسمتش مدل گل داره، پروانه داره، یه دونه خوشگلش رو به انتخاب خودت میخری. اینجا یه پیمونه نشسته دارم، بهش 2 پیمونه شیر اضافه میکنم. نشاسته ذرت بگیرید، نشاسته گلم میشه ولی نشاسته ذرت خیلی بهتره. این دوتا رو با همزن دستی یه ذره میزنم. این دوتا رو که هم زدم 6 تا تخم مرغ کامل دارم. اوی 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 بهش اضافه میکنم. حالا چرا 6 تا؟ چون من اندازه مواد رو 2 برابر کردم. میخوام زیاد درست کنم بلکه حجمش زیاد دیده بشه. شما لایک کنید، به چشتون بیاد دیگه. والا تخم مرغ که از لختگی در اومد یه ذره وانیل میریزیم یا یه ذره پودر هل. استفاده از این دوتا سلیقه‌ایه، یا این یا اون. بعد میخوایم چی رو اضافه کنیم؟ آردو علک کردم، بهش اضافه میکنم و هم میزنم تا قشنگ آرد و مواد با هم ترکیب بشن. یه دفعه هم بریزید، نیاز نیست تیکه اضافه کنید. اینو که هم زدم از یه صافی ردش میکنم. اینو که از صافی رد کردم روشو یه نایلون میکشم، میذارم رو کانتر، نیم ساعت بهش استراحت میدم. بعد نیم ساعت دیگه آماده است. سرخ کردن نون پنجره‌ای هیچ کاری نداره، فقط 2 تا نکته داره. روغن که داغ شد قالبو چند ثانیه داخل روغن نگه دارید تا قالب داغ بشه، بعد داخل مواد بزنید. نکته دوم اینه که قالب و وقتی میخواید داخل مواد بزنید دقیقاً همینجا نگاه کنید تا نصفه فرو میکنم تو مواد، جوری نباشه که مواد روی قالبو بگیره. بعد از اینکه سرخ شد به راحتی از قالب جدا میشه. اگه جدا نشد از یه انبر یا چنگال کمک بگیرید. سرخ کردید بذارید روی دستمال که روغن اضافیش بره. بعد از اینکه خنک شد روش پودر قند بپاشید. به همین راحتی.